داره میگیره. اوکی. خب آخیش بالاخره شد ما بیایم توی کادر دوربین و جلوی دوربین ویدیوی یوتیوبی بگیریم. خب دوستان سلام دوستان، خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای چنل، حالا ابوتدیت نه ولی چنل دیجه. خب دوستان همونطور که بهتون قول داده بودم و اینکه خودتون توی چنل تلگرام با خبر شدید که چنل من مانیتایز شد و 1 ماه از مانیتایزی، حالا میشه از اون طرف 15 روز و این طرف هم 20 روز، نزدیک 35 روز چنل من مانیتایز شده و خیلیاتون توی یوتیوب و یه سری جاهای دیگه کامنت میذارید که درآمد ماه اولت از یوتیوب چقدر بود که اینقدر برای آموزش ها زمان میذاری و مثلا آموزش های 30 دقیقه‌ای 40 دقیقه‌ای و 1 ساعتی میگیری برای ما. درآمد ماه اولت از یوتیوب چقدر بوده و یوتیوب بابت هر 1000 بازدید به تو چقدر میده؟ خب دوستان توی این ویدیو اومدم کاملا بهتون توضیح بدم و حالا توی یه ویدیو دیگه قراره بهتون بگم من چجوری شد که اومدم توی یوتیوب و حوزه تولید محتوا رو انتخاب کردم و توی حوزه آموزشی من اولین چنلمو زدم. خب دوستان همونطور که خودتون میدونید دیگه قطعا هر کی که این ویدیو رو میبینه میدونه که برای کسب درآمد از یوتیوب، حالا ما اومدیم یه ویدیو بگیریم هی موتور رد میشه، هی موتور رد دیگه، هر کی این ویدیو رو میبینه میدونه که یوتیوب برای اینکه به درآمدزایی برسی توی یوتیوب باید 1000 تا سابسکرایب و 4000 ساعت واچ تایم داشته باشی. خب دوستان من اینا رو پر کردم و نمیخوام اول بگم باید 4000 ساعت دیگه، اینا رو خودتون میدونید. اگه نمیدونید شرایط درآمد رسیدن از یوتیوب چیه میتونید توی یوتیوب سرچ کنید و شرایطش رو ببینید. دوستان شما باید اول 1000 تا سابسکرایب بگیرید و بعدش هم 4000 ساعت واچ تایم بگیرید. که من اینا رو پر کردم و درآمدزاییم فعال شد که با یه شرکت قرارداد بستم برای نقد کردن درآمد، که توی ایران نمیشه خودتون مستقیم درآمدتون رو دریافت کنید، باید یه شرکت واسطه پیدا کنید. خب حالا من از طریق دوستامون شرکت واسطه رو پیدا کردم و باهاشون قرارداد بستم که 30% درآمد منو کارمزد برمیدارن و اون درآمد برای من از خارج از کشور نقد میکنن. خب دوستان شما باید اول کانال یوتیوب بزنید، شرایط درآمدزاییشو پر کنید. وقتی شرایط درآمدزاییشو پر کردید، برای اینکه کشور خودمون تحریمه و نمیتونیم درآمد مستقیم خودمون دریافت کنیم، باید از طریق شرکت‌های واسطه این کارو انجام بدید که خودتون دیگه میدونید این شرکت‌های واسطه کیا هستن. توی یوتیوب خیلی هم معرفیشون میکنن که من به هیچ عنوان اسم نمیارم که چه شرکتی رو مثلا برید باهاش قرارداد ببندید، باید خودتون پیدا کنید و اون شرکت خوب و کارمزدی که برمیداره کم باشه. یه سری شرکت ها مثلا 50% درآمدتون رو کارمزد برمیدارن. خب دوستان من درآمدزاییم که فعال شد یه عکس این بالا میذارم که CPM کانال من هست. CPM چیه؟ مثلا من تبلیغ کننده، تو چنل یوتیوب دارم، من به یوتیوب $5 میدم که تبلیغامو روی ویدیوهای تو نشون بده. خب یوتیوب 45% اون پولو برمیداره و 55% رو به توی تولید کننده محتوا میده و اون تبلیغ رو روی ویدیو تو نشون میده. خب CPM نصفش یعنی 45% میره برای یوتیوب، 55% میاد برای تو. خب الان CPM من $4 خورده ای است که میشه مثلا نصف این میشه RPM من. خب یعنی RPM من باید $2.20 یا 20 تا 30 سنت باشه. خب چه RPM هم این بالا براتون میذارم. RPM منم $2 خورده ای هست فکر کنم. چه RPM حالا اگه یه سریاتون نمیدونید RPM مبلغیه که یوتیوب برای هر 1000 بازدید به من میده. یعنی من 1000 تا بازدید بگیرم $2 خورده به من میده، که این خیلی کمه و اگه حساب کنید درآمد آنچنانی هم از کانال یوتیوب ندارم. خب حالا من برای چی آموزش ضبط میکنم؟ اصلا واقعا میارزه نه نمیارزه یا هر چیز دیگه؟ دوستان من برای خودم، من وقتی این کارو میکنم یه حس عجیبی به من دست میده. یعنی مثلا من حس میکنم یه کار مفید کردم برای خودم، نه برای شما. یعنی برای خودم یه کار مفید کردم و برای همین آموزش‌ها رو برای شما میگیرم. و حالا به خودی یه سریاتون هم میدونید که درآمد ماه اول یوتیوب خیلی کمه. یعنی مثلا 20 تا $30 یا مثلا دیگه زیاد
خیلی 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 باشه $100. همینجور به مرور میره بالا. مثلا من 10,000 تا سابسکرایب میگیرم، بازدید هر ویدیو میشه 3,000 تا، در ماه 10 تا ویدیو بذارم 10 تا 3,000 تا میشه 90,000 تا، میشه 90,000 تا و این 90,000 تا رو تقسیم بر حالا ضرب در $2 RPM کنیم میشه $180 تقریبا. چه RPM هم به مرور بالا میره و برای حوزه آموزشی تقریبا $5 تا $6 میدن. حالا من نمیدونم ته RPM من چقدره، ولی باید فعالیت کنیم و ببینیم که چقدر به ما میده. خب دوستان، میخوام درآمد ماه اول منو بهتون توضیح بدم. خب دوستان، درآمد ماه اول من از یوتیوب $30 بود. خب چه یه ماه نشد، یعنی مثلا من 15 فکر کنم، حالا نمیدونم چه ماهی بود. خب دوستان، وسط ضبط گوشی ما زنگ خورد و بله داشتم میگفتم 15 یه ماه میلادی بود، حالا یادم نیست اسم ماهش رو این بالا براتون میذارم، چه چنل من به درآمدزایی رسید و توی 15 روز $30 اول درآمدزایی من بود. یعنی 15 روز از یه ماه گذشته بود و 15 روز دیگهش من درآمدزایی داشتم و اون 15 روز شد $30. چه عدد خیلی بالایی نیست. 30% کارمزدش هم که کم کنیم چیزی باقی نمیمونه. چه این همتون میدونید چه ماه اول درآمدزایی از یوتیوب خیلی کمه ولی به مرور بالا میره. دوستان، یوتیوب یه فرصت خیلی عالیه برای شروع کردن حالا کسایی که به تولید محتوا و حوزه ادیت علاقه دارن. نمیگم بیا آموزش بذار، نمیگم مثلا بیا ولاگ بذار، اینا دیگه دورشون تموم شده. بیا یه کاری کن، یه چیز جدید بیار توی مثلا یوتیوب فارسی و اونو به بهترین شکل ممکن ارائه بده. همونطور که میدونید کسی توی حوزه فارسی، حالا میشه یوتیوب فارسی، آموزش های ادیت های فوتبالی به صورت حرفه‌ای و مثلا 0 تا 100 و به صورت پروژه محور نمیده و این من بودم که اولین بار اومدم این کار رو انجام دادم و اگه آموزش های دیگر رو ببینید میبینید که سطحشون در حد مثلا آموزش های من نیست. خب من حالا تعریف از خود نباشه، من کوچیک همه یوتیوبرها و اونایی که تولید محتوا میکنن هستم، چون واقعا این کار خیلی سخته و واقعا وقت زیادی از آدم میگیره. مثلا من بوده 3 روز برای گذاشتن ضبط کردن یه ویدیو زمان گذاشتم. حالا دیگه بماند چه سختیایی داره و توی ویدیوهای آینده در موردش بیشتر صحبت میکنیم. دوستان، شما میتونید مثلا ادیت هایی که میزنید به صورت 30 ثانیه 1 دقیقه‌ای بیارید توی یوتیوب قرار بدید. حالا این بحث یوتیوب و شروع کردن یوتیوب توی یه ویدیو دیگه براتون توضیح میدم که میگم که چه مزایا و معایبی داره یوتیوب. خب دوستان، من این اولین باری بود که اومدم جلوی دوربین. پس اگه مثلا میبینید که زیاد راحت نیستم یا هر چیز دیگه‌ای، یا مثلا زیاد با این کلا ور میرم، اصلا از سر این نیست که این کلا داره من رو اذیت میکنه. من یه حالا مثلا جلوی اومدن دوربین رو تجربه کرده باشید میبینید چه استرسی داره. مثلا این دوربینی که من دارم با شما صحبت میکنم، مثلا من دارم یه گوشی میبینم ولی پشت این دوربین صدها میلیون آدم میبینم که میتونن منو نگاه کنن و یه استرس خیلی زیادی داره. پس اگه مثلا خیلی خوب در نیومد این ویدیو اول، خیلی خیلی ببخشید. من اولین بارم اومدم جلوی دوربین، با امید خدا به مرور زمان درستش میکنم و ویدیوهای خفن‌تر و بهتری برای شما میگیرم و بک‌گراند و یه سری چیزهای دیگر رو هم درست میکنیم و کنار هم قرار کلی اتفاقای خوب رقم بزنیم. و اینکه همین دیگه صحبتی ندارم. حالا به صورت خیلی خلاصه و خیلی بدون سناریو و فی‌البداهه من درآمدم و شرایط درآمدزایی یوتیوب رو بهتون توضیح دادم. توی ویدیوهای آینده سعی میکنم یکم سناریو چینی انجام بدم و بتونم سناریوهای خوبی بنویسم که حالا این دفترم اینجا گذاشتم، مثلا سناریوی این ویدیو رو بنویسم و که اینجا اصلا هیچ سناریویی ننوشتم. یادم رفت گفتم بشینم جلوی دوربین دلی با شما صحبت کنم و این ویدیو رو فی‌البداهه و دلی به صورت این که مثلا من دارم با داداشا و آبجیای خودم صحبت میکنم جلو ببرم. خب دوستان، دیگه صحبتی نمونده، فقط این چنل رو لایک و کامنت و سابسکرایب کنید که قرار ویدیوهایی که با چهره خودم، حالا چهره‌مو فعلا نشون نمیدم ولی با استایل خودم توش ویدیو میذارم، این چنل هست، حتما سابسکرایبش کنید. و
توی کامنت ها بهم بگید چه ویدیوی بعدی چی باشه. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودی رفیق. تا ویدیوی بعد، خدا یار و نگهدارت.